یاسمین دولتова، این چه سر و لباس است در تو؟ مگر لباس نیم برهنه پوشیدن برای شما مدنیت است؟ مگر این بیگانه پرستی نیست؟ قسم به الله که شما سراینده ها منبع فحشا و بی‌حیایی هسته. همه شما نسل جوان فاسد کرده و به بی‌حیایی کشیده. یاسمین دولتова، من تو را به عذاب دردناکی از جانب الله میترسانم که اگر توبه نکردی دیر یا زود به صورت بلا و مصیبت ها یا درد بی‌دوایی بر سر می آید. انتظار باش، من ایرا اثبات میکنم. خداوند در آیه 19 سوره نور کسانی را که فقط دوست داشتند که بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود، آنها را به عذاب دردناکی در دنیا و آخرت وعده کرده. آنها خودشان بی‌حیایی را پهن نکردند مثل شما، فقط دوست داشتند که بی‌حیایی پهن شود. اما تو بی‌حیایی را با دستان خودت پهن داری. نوارهایی که میگذاری سراسر همه ترغیبات زنا و فحشا و رابطه های حرامی عشق و عاشقی است. ترغیبات بی‌حجابی و بیگانه پرستی است. پس انتظاری عذاب الله باش. در همین دنیا به سزای اعمالت میرسی. دشمنان حجاب بیگانه پرستی را فقط در حجاب و چادر زن مسلمان میبینند. چرا لباس پوشی این میخل سراینده ها را نمیبینند؟ چرا اینها را کبیدش طرف نمیکنند؟ سببش معلوم است. آنها میخواهند که در بین مؤمنان بی‌حیایی پهن شود. پس همه شما انتظاری عذاب الله باشه.